عاشقان نبی چطور حالاتی داشتن با نبی، اونا رو مطالعه کنید. اینا عشقهای خوابیده ما رو بیدار میکنه، اینها دلهای ما رو نسبت به نبی ما راقب میکنه. به خدا به گفته علامه اقبال رحمت الله تعالی علیه میگه هر که او عشق نبی سامان اوست، بحر و بر در گوشه دامان اوست. اگر عشق نبی آمد همه چیز میاد. امروز جامعه ما اگر مرده، غنوده شده، پژمرده شده، جامعه ما اگر امروز به افسردگی ها رسیده، اگر جامعه ما امروز بالندگی و رشد را از دست داده، باور کنید چون عشق واقعی نبی رفته. جوان مسلمان میگی از فلان بازیگر سینما تاریخچه او، زندگی نامه او بگو، از همه چیزش خبر داره. چه قضایی حتی دوست داره میگه، چند دفعه ازدواج کرده میگه، چند تا بچه داره میگه، چه کفشی میپوشه میگه. یک جوانی بود در سیستان و بلوچستان، یک زمانی اتفاقا ما تو یک تشکیلی با هم دیگر همراه شد. این چند تا ستاره فوتبال بود که عاشق اونا بود، با یک ولعی، با یک شوقی از این ستارهای فوتبال یاد میکرد. سنشون چقدر، چه غذایی دوست دارن، تفریحات اینا چیه، چه کفشایی میپوشن، بچه هاشون اسماشون چیه. یک روز اینا رو به من گفت، من اینا رو گوش میکردم، اینو کنار کشیدم. تو تشکیل هم بود، در کنار مولانا حکیم اختر رحمت الله تعالی علیه هم بودیم. اونجا یک فضای دیگه ای بود. به هر حال من یک روزی بهش گفتم عزیز من، همینقدر که عاشق این بازیگر هستی، عاشق نبی خودت هست؟ از نبی خودت چی میدونی؟ یک روزی تو قبل از تو سوال میشه من نبی، پیغمبرت کی بود؟ از پیغمبرت چی میدونی؟ در اون خلوت و ظلمت قبر چی داری برای گفتن؟ من یکی از محبت نبی براش گفتم، دلش نرم شد و شروع به اشک ریختن کرد. دیگه تشکیلی ما از هم جدا شد. تا همین چند وقت پیش، تقریبا شاید 2 ماه پیش، یک طلبه ای آمد از سیستان و بلوچستان، گفت که یکی برای شما سلام میفرسته. گفتم کی؟ گفت فلانی. گفتم نمیشناسم. برای من توصیف کرد قیافش اینطوری. گفتم نمیدونم. بعد گفت او استاد شعبه حفظ ما است در منطقه در بلوچستان. گفتم من نمیدونم. بعد آخر باش تلفنی صحبت کرد، گفت بگو همون که آلبومی از بازیگرای فوتبال داشت و تو یک روزی باش صحبت کردی، اونو من میگم، از فلان منطقه سرباز بلوچستان. بعد من یک دفعه گفتم ها او چه کار میکنه الان؟ گفت او الان قرآن رو تو سینه خودش حفظ کرده، عاشق و دلداده نبیه. من گفتم الحمدلله. دوستان من، یک روز حکیم محمد طحانوی میگه ما رفتم خانه، دیدم یکی از خانم ها کدو درست کرده. من گفتم که چطور شد کدو درست کردی؟ معمول تو این نبود، کدو کمتر درست میکرد. میگه خانمم به من گفت کدو رو نبی ما زیاد دوست داشته. میگه من وقتی اینو شنیدم خوش شدم، میخواستم از فرط خوشی پر در بیارم که الحمدلله زنهای خانه ما انقدر عاشق نبی هستن که حتی جستجو کردن نبی ما چه غذایی دوست داره، کدو رو به عشق نبی درست کرده چون نبی دوست داره. ما امروز چه میفهمیم از نبی خودمون؟ نبی ما چه غذایی دوست داشت، نبی ما چه سبک زندگی دوست داشت، نبی ما چه پوششی دوست داشت، نبی ما چه لباسی دوست داشت، طریقه خوابیدن نبی ما چی بود، طریقه زندگی نبی ما چه بود؟ ما چه میدونیم دوستان؟ احد بر نبی ما چه گذشت، طائف بر نبی ما چه گذشت، مکه مکرمه بر نبی ما چه گذشت، چه شبی داشت نبی ما، چه روزی داشت نبی ما. روز واقعا عشق نبی به اون معنای واقعی چقدر تو جامعه. دوستان من، ماه ربیع الاول نه، تو این ماه من هم به درگاه الله توبه میکنم، ما نسبت به این نبی جفا کردیم. به تعبیر علامه اقبال رحمت الله تعالی علیه میگه ننالم از کسی، می نالم از خیش که ما شایان شأن تو نبودیم. چرا از یهود و نصارا بنالیم؟
چرا از خودمون ننالیم؟ ما با این نبی چه کردیم؟ ما با طریق این نبی چه کار کردیم؟ ما با اون سبک نبی، زندگی که نبی معرفی کرده چه کار کردیم؟ ما چقدر درود نبی بر زبان ما هست؟ ما چقدر عشق نبی تو سینه ما هست؟ ما چقدر آرمان نبوت آرمان زندگی ما هست؟ علامه اقبال رحمت الله تعالی علیه میگه ننالم از کسی، چرا از شارلی ابدو بنالم؟ چرا از اونی که کاریکاتور نبی منو کشید از او بنالم؟ چرا امروز از بچه من که از این کاریکاتوری که او بر صفحه کاغذ کشید چهره بچه من امروز بیگانه تر از نبی شده؟ بچه من آثاری از یهود، نصارا، مدگراهی، دشمنی خدا و رسول تو سیمای او، تو چهره او، تو وجود او، تو همه زندگی او موج میزنه. چرا از شارلی ابدو بنالم؟ چرا از یهود و نصارا بنالم؟ چرا از خودم ننالم؟ یک درخت خشک و بیجان در مسجد النبی فراق نبی رو درک کرد و برای فراق نبی گریه کرد. استن حنانه از هجر نبی ناله میزد. نبی حضرت مولانا میگه یک ستون خشک و بیجان از فراق نبی اشک ریخت و گریه کرد. چقدر طول زندگی خودمون شوق دیدار نبی در ما موج زده. چقدر آرزو کردیم که یا رسول الله کاش تو رو میدیدم برای یک بار. چقدر بوده عشق نبی رو با سوز و درد درودی بخونیم و عشقی از همینجا به نبی خودمون ابراز بکنیم. نسیما جانب بطحا گذر کن، ز احوال محمد را خبر کن. ببر این جان مشتاقان در آن سو، فدای روضه خیر البشر. چقدر آرزوی دیدار قبر نبی کردیم، چقدر آرزو کردیم یا رسول الله کی بشه از کنار روضه اطهر تو به تو یک سلامی بگم. دوستان من امروز لازم نیست از کسی بنالیم، از خودمون بنالیم. ما از این نبی چی داریم؟ ننالم از کسی می نالم از خیش، که ما شایان شأن تو نبودیم. به خدا ما شایان شأن این پیامبر نبودیم، ما قدردان این نبی نبودیم. توبه کنیم به درگاه الله و در همین ماه ربیع الاول تجدید میثاق کنیم با این نبی، طریقه این نبی، درود بر این نبی. انشاءالله تو همین ماه تو زندگی ما عملا پیاده بشه، تنها شور نباشه، تنها هایهو و سر صدا نباشه، عملا به دنیا ثابت کنیم ما عاشق نبی هستیم. الله تعالی به همه ما توفیق عمل بده. درودی بخونیم.